الرحمن الرحیم. امروز دوشنبه 7 خرداد هست. اینجا مسجد پیامبر اعظم شهرک فرهنگیانه. بچه ها با وجود اینکه امتحان دارن آمدن اینجا کمک میکنن برای کارهای جهادی. همه امتحان دارن چون بچه های شیشم و دبیرستان که الان اینجا هستن همه امتحان دارن. پنجم یه نفر داریم فقط، اونم بالا داره آجر میده. خب اینجا هم شبستان مسجد پیامبر اعظمه. اوستا خدا قوت. آقا مهدی خدا قوت. اهورا خدا قوت. معمار من از اسپان تشریف آوردن، میخوان محراب اینجا رو انشالله مرتب کنن. اوستا خدا قوت. آقای جوادی، آقای بیگلری کمک میکنن. انشالله با کمک خیرین این مسجد هرچه زودتر راه بیفته شبستانش.